با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز، کاربران محترم شبکه‌های اجتماعی. من دکتر بهروز مقدادی، متخصص نوزادان، کودکان و نوجوانان هستم. با مباحثی در خصوص اختلالات گوارشی شایع در نوزادان و شیرخواران و کودکان افتخار دارم که دقایقی در خدمتتون باشم. از جمله در واقع شکایت‌های اصلی که معمولاً در بسیاری از نوزادان و شیرخواران ما باش مواجه هستیم، مسائلی مربوط به کولیک یا دلپیچه نوزادی و شیرخوارگی، مسائلی مانند رفلاکس معده و برگشت شیر داخل دهان با استفراغ یا بدون استفراغ یا اصطلاحاً ریفلکس پنهان، آلرژی‌های غذایی که میتونه یک نوزاد و شیرخوار در سال اول زندگی باش درگیر باشه و باعث بروز علائمی در این نوزادان و کودکان باشه که حالا غیر از اون که لحظات سختی رو برای نوزاد و شیرخوار ایجاد میکنه، باعث دغدغه بسیاری از والدین هم خواهد بود. از شایع‌ترین اختلالاتی که گوارشی که در یک نوزاد میشه بهش در واقع به عنوان یک حالت فیزیولوژیک یا طبیعی اشاره کرد، کولیک نوزادی است. کولیک در اصطلاح در واقع به دلپیچه همراه با درد، نفخ و بیقراری نوزاد در واقع اطلاق میشه که یک حمله در واقع معمولا کوتاه مدت کمتر از 20 دقیقه هست که به طور طبیعی در حدود 30% از نوزادان از هولوش هفته سوم تولد تا ماه سوم تولد نوزادان دچارش میشن به صورت حملات گذرای کوتاه مدت کمتر از 20 دقیقه با تکرار کمتر از 3 بار در طول شبانه روز، که این در واقع حملاتی هستش که با علائمی مانند زور زدن کودک نوزاد، جمع کردن پا داخل شکم، قرمز شدن چهره، مشت کردن دست‌ها و گریه های از خفیف تا بسیار شدید میتونه در واقع یک نوزاد یا شیرخوار رو درگیر بکنه. و علت اصلی کولیک به خاطر اینه که خب سیستم گوارشی نوزادان تا حدوداً 4 ماهگی در واقع فاقد لاکتوباسیلای کافی برای هضم و جذب شیر مصرف شده، حالا چه شیر مادر یا چه شیر خشک، در نوزاد هست و این در واقع باعث میشه که نفخی که حاصل میشه از تخمیر قند شیر باعث در واقع بروز علائمی در نوزاد و شیرخوار بشه. همونطور که ذکر شد، این نوزادان معمولاً در طول شبانه روز به طور معمول، حالا از نظر آماری، حدوداً 3 بار در طول شبانه روز دچار حملاتی میشن که همراه با زور زدن و گریه کردن، قرمز شدن صورت، جمع کردن پا داخل شکم، امتناع از خوردن شیر و همراه با گریه هستش و معمولاً کمتر از 20 دقیقه به طول خواهد کشید و با اقدامات معمول و حمایتی مانند ماساژ دادن صحیح شکم نوزاد، خوابوندن به صورت دمر روی دوشک یا نگه داشتن تو بغل به صورت دمر، طوری که فشار مختصر روی شکم نوزاد باشه و همچنین با استفاده از داروهای معمول ضد کولیک مانند سایمتیکون، دایمتیکون یا انواع در واقع گریپ میکچرها میتونیم در واقع این حملات رو متوقف بکنیم. حملات کولیک در نوزادان کاملا بی خطر هست، یه امر طبیعی تلقی میشه. همونجور که ذکر شد، بیش از 30% نوزادان و شیرخواران به خصوص از 3 هفتگی تا 3 ماهگی حملات رو تجربه میکنن و یک در واقع امر فیزیولوژیک تو نوزادان و شیرخواران به حساب میاد. اشتباهی که گاهی اوقات والدین در واقع در این زمین رو انجام میدن اینه که برای آروم کردن این نوزادان دست به هر اقدامی مانند تکون دادن، روی پا گذاشتن، توی پتو گذاشتن و چرخوندن و در واقع روش‌هایی که شاید باعث تشدید کولیک بشه میکنن.
به این صورت که ما خب شاهد هستیم که بسیاری از این والدین در زمانی که بچه دچار کولیک و دل درد هست یا اقدام به شیردهی به نوزاد میکنن یا با تکون دادن و خوابوندن روی پا و تکان دادن یا تو بغل تکون دادن یا بالا پایین بردن نوزاد یا گذاشتن داخل پتو و تکون دادن سعی در آروم کردن کولیک نوزاد میکنن. این مسئله خب در واقع میتونه باعث تشدید و طولانی شدن حملات کولیک در نوزادان و شیرخواران بشه و البته به ندرت میتونه باعث تحریک در واقع برگشت شیر از معده به داخل دهان یا ریفلاکس پنهان تو بچه‌ها بشه و خیلی به ندرت البته امکان داره باعث پیش خوردن روده در نوزادان و شیرخواران هم بشه. پس تاکید بر این هستش که در واقع والدین با نحوه صحیح شیردهی، نحوه صحیح گرفتن آراغ کودک نوزاد و شیرخوار و همچنین مواجهه با حملات در واقع کولیک به صورت ماساژ صحیح شکمی روی جهت عقربه‌های ساعت و زدن پای دوچرخه برای نوزاد و خم کردن پاها داخل شکم یا همونجور که گفته شد خوابوندن به صورت دمر روی سطح سفت شیبدار و بدون بالش و دمای مناسب یا دمای زیست که همون دمای 19 تا 24 درجه محیط هست به مدت 15 تا 20 دقیقه نوزاد و شیرخوار خودشون رو کمک بکنن تا از این در واقع حمله کولیک رهایی پیدا بکنن. همونطور که گفته شد البته از داروهای مخصوص نوزادان که سردستشون حالا گروه دایمتیکون ها